با فرض کنید که ما الان میخوایم به یه توافقی با آمریکا برسیم، چه توافقی مطلوب ماست؟ ما سلاح نمیسازیم، طبق NPT رفتار میکنیم، یعنی هر قدری دلمون خواست غنی میکنیم، نگه هم میداریم تو خاک خودمون. به کسی چه مربوطه؟ اگر کسی اومد گفت تهدیدی، بگیم آره تو اگه ما رو تهدید کنی ما هم برات تهدید میشیم. اول با سلاح متعارف، اگه تهدید کنی ما هم با سلاح متعارف جواب بدیم. اگر بخوای مثل دوره بوش و دیگران که با سلاح هسته‌ای گفتن تهدید میکنن، خب ما که اینجا نمیتونیم دست رو دست بذاریم. بالاخره فناوری هم پیشرفت کرده، میشه سلاح هسته‌ای با قدرت کمتر هم تولید کرد که دیگه از حد کشتار جمعی خارج بشه. یعنی همیشه تصورمون هیروشیما و ناکازاکی نباشه، میشه در حد یه پادگان یه جا از بین برد. اینا باید بترسن از کشورهای دیگه که همیشه بهشون دینامیک حمله نخواهد شد. این کشورها مثل آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، اینا باید بدونن همیشه موشک نخواهد اومد که دست رو موشکی ما بزنه.